تصویر سازی علکی کردم ازت. همه آسیبا رو پذیرفتم. کار درست رها کردن بود، ولی من پذیرفتم ازت آسیب ببینم. خودم چاقو رو دادم بهت. میدونستم من میزنی ولی باز دادم. میدونستم من بد میزنی و ول میکنی میری. الان تو بیجون ترین حالت ممکنم. حتی جون ناله کردن، گریه کردن، جون درد کشیدن ندارم. تو چی؟ حالت خوبه؟ کاری به استوریات، کنار دوستات، خندهات ندارم و حالت چطوره؟ از این وقتا دلم میخواد بیام ازت بپرسم، یعنی تو دلت اصلا تنگ نشد؟ هیچ صدایی، آهنگی، تصویری، بویی، هیچ آدمی منو یادت ننداخت؟ نرفتی گربه سیاه خیابونو ناز کنی؟ واقعا هیچ وقت دلت تنگ نشد؟